وا میگن جونم برات بگه از کجا در اومده؟ معلوم از مرنجون ما در اومده که. پس جونم برات بگه قصه پسر جان و نخود سیاه مرنجانی. قصه نخود سیاه؟ پلو بیا چیزی نخود سیاه چیست؟ چرا کودکان مرنجان پیدایش نمی کنن؟ حالا من چیکار کنیم؟ نخود سیاه نوعی نخود باستانی و نایاب است که بزرگترها به صلاح دید خود کودکان را به دنبال آن میفرستند، ولی هیچ کودکی آن را پیدا نکرده است و نمی کند. ای بابا خوشگل جان، تو هم قصه نخور خوشگل جان. صبور جان بذارش بریم که مستند نخود سیاه رو بسازیم. نور، صدا، حرکت. ما در این میز گرد شدیم تا درباره آسیب‌های روانی نخود سیاه گفتگو کنیم. کارشناس محترم آقای بی‌تربیجان بفرمایید. گشتیم نبود نگرد نیست. حرف من با بچه مرنجانی اینه، اون بزرگتری که بچه ها رو دنبال نخود سیاه میفرسته باز با عرض سلام، اصولا بزرگتر جان ها بچه ها رو دنبال چیز بد نمیفرستند. بچه خوب بچه اینجا بپر کاتش کن کات. اصلا مستند نخود سیاه نمیسازیم. پس چی کار کنیم؟ تو چی میگی حالا؟ سینما جان چه فیلمی بشه امروز؟ آره بریم تا بچه ها نیومدن. اومدن که. سلام خوشگل جان، بپر برو از خونه خالی جان نخود سیاه بگیر بیار. چشم خدافظ. میگم خوشگل جان عجله نکنی یا به خواهر جان میگفتی نگهش داره. سپردم خیالت راحت، حالا بودو بریم تا نیومدن. من اومدم خیلی هم زود اومدم. چرا؟ ای بابا سینما جان پریده. سلام، ببخشید که وسط برنامه اومدم. به خبری که همکنون به دست جان رسید توجه فرمایید. طبق اخبار رسیده گروهی از بچه‌های جلب مرنجان به طور غیرقانونی به محموله بزرگی از نخود سیاه دست پیدا کردند و کلک نخود سیاه بزرگترهای مرنجان را بی‌اثر کردند. بابا جان دیدیشون تو تلویزیون، کلک نخود سیاهامون بی اثر شده، باید گیرشون بیاریم. مردم جهان، صدای نخود فروشان بیچاره را از بربخ شدیم دارم میاد. نخود سیاه را ازش بگیره. نخود سیاهاشون آتیش بزنیم. انقدر ترسید هنوز یه را مونده. شمشیر آبدباچی، شمشیر آبدباچی با یه گاز علکی بزرگتره رو ببر به کودکی. دوست داشتم منم کفش تفتقی بپوشم باهاشون برم. منم خیلی دوست داشتم بابا جانم برم مغازه. شمی نخود سیاه شدیم خودمون. دیدی؟ چیلی هم خوشگلم. ای بابا پایین من قلبم ضعیف. خب بچه ها سینما رو نمیخوردن که اینا رو با خودشون میبردن دیگه. این نخود سیاه بردنشون سینما. جانم الو بفرمایید. سلام جانای عزیز، سینما خوش گذشت. اکشن بود یا کمدی؟ عالی بود. یه فیلم دیگه هم بود که به درد ما نمیخورد، مال بزرگترا بود، ما هم نرفتیم.